این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که خودشم گاوگیژه گرفته و نمیدونه چه خواهد شد. البته مذاکرات غیر مستقیم بود، زمان ایشون هم بود، مثل حالا که هست. البته بدون نتیجه، حالا هم گمان نمی کنیم به نتیجه برسه. نمیدونیم چه خواهد شد. اینطور که پیداست عظما گیر کرده و راه خروج رو هم بلد نیست. این قفل رو بگیر بابا. آها، قفل رو آروم بگیر، بکش به سمت بالا، در باز میشه. بگیر. آفرین. نه، قفل اونجا، اون یکی، اون رو بگیر. اینو بگیر، آروم بکش به سمت بالا، در باز میشه بابا. بگیر. خنگ شیشه رو چگیری. اون بیلگرد اون قفل رو ببین، نگاه کن اونجا در قفل میشه. اون یکی اون بیلگرد 20 سابعی رو باید خنگی نگاه کن. اینو بابا بگیر، نگاه کن، آروم دست بذار روی قفل، بگیرش بابا. آها، بیا آروم، بیا پایین، بگیر. آها، بکش به سمت بالا، بکش حالا به سمت بالا. تخت سر طرف بشوره که خنگ بودی، پیکی رفتی، همون شبیه بابانت شدی، همون شبیه بابا. چرا میزنی؟ عظما که گیج و ویج باشه تکلیف وزیر خارجه‌ش هم روشنه. چه که الان ما شاهدش هستیم، مواضع به اصطلاح کاملا غیر معقول و غیر منطقی توسط آمریکایی‌ها هست ظرف چند روز گذشته و علنی کردن این مواضع هست که خب با پاسخ فوری ما مواجه شد. بحث غنیسازی اصلا موضوعی نیست که از نظر ما قابل مذاکره باشه. این فکر میکرد دستاوردهای زیادی داشته، اما چنین بلایی سرش اومد. توی فضای مجازی هم چنین کلیپ های منتشر شد. عباس جون، نه خوبستی؟ عباس جون، دور 83,000 مذاکرات تو کی میخوای بری؟ تا چند دوره؟ ما بعد از این همه وقت تازه یادت افتادت که غنیسازی اصلا مورد مذاکره مال با چی در مورد چی هسته‌ای رو به جز غنیسازی دیگه چه کار میکنید؟ که الان یادت افتادت نمیتونید مذاکره بکنید. میخواد در مورد هسته چی فکر در هسته هندونه فکر کردید میخوان برات ثابت بکنن؟ توی این اوضاع و احوال تنها کاری که برای عظما باقی مونده راه انداختن این سیرکاست. درست تو این شرایط بشنوید از این اصلاحاتی که میگه این حرفا نیست و عظما باید زهر رو به صورت همه جانبه بخوره. ولی آخه کار من تصورم نیست که امریکا میز مذاکره رو ترک میکنه و اونورم تصورم اینه که به هیچ ایران هم میز مذاکره رو ترک نخواهد کرد. ولی این به این معنی نیست که حتما به یک توافق خوب میرسیم. در صورت تاریخ نگاه بکنید، ما توافق ترکمنچای هم داشتیم، توافق بوده، توافق گلستان رو هم داشتیم، اونا هم توافق بوده. چون که تنها چیزی که میتونه پایداری این توافق رو تضمین بکنه که میگن تضمینش فقط در واقع روابط همه جانبه است. غیر از روابط همه جانبه هیچ تضمینی وجود نخواهد. اینجاست که دل بسیجی‌ها خالی میشه و عظما مجبور میشه پامنقلیاشو بفرسته تو میدون تا به بسیجی‌ها روحیه بدن. دست دشمن هم خوندیم، میدونیم دلار رو 90 تومن کنه، 80 تومن کنه، 100 تومن کنه، ما میدونیم که کار دست کیه و اینا توطئه است. مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما دوست رو از دشمن تشخیص دادن. نشونش هم همین حضور امروز. همین حرفو نوح خونهای ولایی هم اینطوری رله کردن. میخونم دلار حدود 100، الان حدودم گرمی 6 و 700 800، ولی اینا که ربطی به نوکریمون نداره. حالا دیگه نوبت کف زدن های منتده، حالا دیگه نوبت کف زدن های. به این میگن وضعیت خوددرگیری که تو نظام ولایت به صورت اپیدمی در اومده.
اما اون چیزی که عظما رو میلرزونه وضعیت انفجاری جامعه است و طوفانی که در راهه. من قبلا عرض کردم سلام بر دولت خاموشی. امروز عرض بکنم که دیگه از خاموشی گذشته. داد همه صنایع و معادن و کشاورزها و مردم در آمده. جناب آقای وزیر نیرو، شما در روزی که رأی اعتماد از مجلس میخواستید بگیرید قول دادید که در تابستان سال بعد که یعنی 1404 میشه ما کمترین خاموشی رو خواهیم داشت، اما امروز بیشترین خاموشی رو در قرن اخیر در این تابستان 1404 داریم. حوزه صنعت که تقریبا خاموشه. دستور کار به جایی رسیده که برنامه‌های تیوی ریش هم به چنین روزی افتادن. ما هم مثلا داشتیم دانش آموز تو مدرسه همه عزا میگرفتن، تا می اومد خب برقامون رفت. آره الان دیگه رو آنتن نیستیم. توی این هیروویر تنها سفره‌ای که رنگینه سفره آخونده‌ست. مشنگستان این هفته رو با پرت و پلاهای پاسدار سبز علیرضایی شروع میکنیم که به خودش سور زد. لحظاتی قبل یک طوفان عظیمی در آسمان مشهد پیدا شد. معلوم است که این شهادت خیلی معنا دارد. فقط عرفای بزرگ میتونن در ورای این شهادت ببینن که چه فلسفه‌ای وجود دارد. ما هرچی گشتیم تو نظام ولایت عرفا پیدا نکردیم، اما کارشناساشون چنین نظری دارن. جمهوری اسلامی اکثریت مردم رو به عنوان حامی خودش از دست داده بود. یه همچین نظامی نمیتونه ادعای حکومت بکنه بر مردم. ما اصلاح طلبها و اصولگراها جمعا نتونستیم 50% مردم رو بیاریم پای صندوق رای. یعنی ما تبدیل شدیم به اقلیت تو جامعه. این یکی هم میگه لباشوبن. ما در برهه‌ای از تاریخ قرار گرفته ایم که در لبه آشوب هستیم. لبه فراکتال هاست، لبه آشوبه و باید بسیار مراقبت کنیم. در لبه فراکتال ها ما بسیار فرصت داریم و به همان اندازه که فرصت وجود داره تهدیدها هم وجود داره. بلکه بتوانیم وقتی لباشوب قرار میگیرن دعوای دزدا هم بالا میگیره. زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام بوده، قطعی بوده حکم. آقا جون توی این ایام دارن تبدیلش میکنن به قهرمان ملی، قهرمان دور زدن تحریم ها. شرم‌آوره. اصلا آقای جلیلی باید توضیح بده رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشون چیه؟ یه مجرمی که 2.7 میلیارد دلار پول کشور رو پیشش بوده. ما با چه بدبختی دنبال کرد. میگن اصلا اینو گرفتن به خاطر اینکه تحریما رو دور نزنن. این خود این آقای میرکاظمی منو 10 بار برد تو کمیسیون چیز که چرا علیه چیز کار نمی‌کنی؟ علیه بابک زنجانی. حالا چرا حرف نمیزنی؟ ایدئولوژی اینقدر مقدسه؟ حزب اینقدر مقدسه؟ خودت یادت نیست؟ خودت منو میگفتیم که بابک زنجانی رو شما باش کوتاهی می‌کنی. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به تبلیغ سایپا بندازیم که جای هیچ حرفی باقی نمیذاره. اسلامی بله معنی آره بنز چیه؟ ببین 3 تا پردارشو، روغنشو، بنزینشو نگاه کن، برو دور دنیا رو بگم. خب آقای اسلامی معنی آرم سایپا چیه؟ خیلی راحته، بیاد بهتون بگم. ببین 3 تا پر داره: تعمیرگاه، بیمارستان، قبرستان. چنین ماشینی فقط به در چنین کارایی میخوره. پرفورمرس دم پرفورمرس. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی این استاد جدو جلب می‌کنیم که برای هنرجوش سنگ تموم میذاره.
Complimenti a Paolo, bravo. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، داره میره توی گور این عظمای در به در، دمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.